اوکی بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون کلی خوب باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. بچه‌ها اومدیم با تمرین سرشونه پشت بازو و همونطور که توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم دوباره برگشتیم به همون سیستم قدیمیمون 4 روز در هفته و سینه جلو بازو، سرشونه پشت بازو، زیر بغل و پا. یعنی سینه و سرشونمون دو عضله‌ای، تک عضله‌ای نیست. بدون هیچ گونه معطلی بچه‌ها بریم سراغ ست اول. من احساس می‌کنم که این اصلا میزون نیست دوباره، ولی خب بذار باید تست کنم. اوکی بچه‌ها برو بریم. اوکی بچه‌ها یک کوچولو باید بدیم بعد، ولی بدون معطلی باید بریم سراغ ست بعدی. بچه‌ها احساس می‌کنم که پایه دوربینمون خراب شده، یعنی احساس می‌کنم کجه. حالا باز اگه شما فکر می‌کنید که کجه حتما بهم بگید. اگر فکر می‌کنید تصویر کجه بهم بگید حتما. آره می‌خوایم سعی کنیم که توی این برنامه سرشونه همونطور که برای شروع این ماه بهتون گفتم می‌خوایم سعی کنیم سرشونه رو گرد کنیم، با اینکه خیلی سخته، مخصوصا برای کسایی که نچرال کار میکنن. اصلا کار راحتی نیست و خیلی وقتا غیر ممکنه. بستگی به ژنتیکتون داره و شدت تمرینتون، روتین زندگیتون، کلا همه چی تاثیر داره دیگه توی این مسئله. بریم سراغ ست دوم. اوکی بچه‌ها بریم سراغ ست دوم. سر دیگه بیام جلو من. برو بریم. اوکی ناتوانی 100% بچه‌ها، واقعا عالی بود، واقعا بدون معطلی. بریم سراغ ست دوم و دور باید سنگین کنم بچه‌ها، باید سنگین کنم. برو بریم. میکنی با ما؟ بریم 1 2 3 مرسی. مرسی. اوه دمت گرم. یه ست دیگه دارم. اوکی. آره بابا مهم نیست. کی زدی سینه؟ خب دیگه 48 ساعت شده دیگه. 1 2 3 یکی دیگه. مرسی. وای دمت گرم. وای. اوکی. باشه امروز پولم داریم. اوه فاک. خب بچه‌ها این از حرکت اول. میریم سراغ حرکت دوم و ببینیم که چی میشه. به هر حال
خوب شروع کردیم، شروع خوبی بود. ببینیم که تا کجا خوب پیش میره. بریم حرکت بعدی. اوکی بچه‌ها، میریم سراغ سرشون دمبل پرس. ست اول 20 کیلو شروع میکنیم. ست اول اوکی. اوکی بچه‌ها، بریم معطلی. بریم سراغ ست دوم. اوکی بچه‌ها، بریم سراغ ست دوم. وای اوکی. اوکی وای. و بدون معطلی بریم سراغ ست سوم. خب بچه‌ها، بریم سراغ ست سوم. اوکی اوکی. اوکی وای وای وای. خب بچه‌ها، بریم سراغ ست آخر. بریم. Foş. Evet ya. Foş, foş. چند بدم؟ اوکی بچه‌ها، این سراغ سرشونه سیمکش از جنوب تناب. میله میزدیم اولش، ولی الان تغییرش دادم به تناب. بکنم سنگینه بچه‌ها. در هر حال برو بریم سراغ ست اول.
اوکی بچه ها، بدون معطلی بریم سراغ ست بعدی. وای بچه ها، واقعا یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که هم دستگاه بزنید، هم دمبل بزنید، هم سیمکش بزنید، یعنی همه چی بزنید جز هالتر خالی. موقعی که بالا تنه دارید هیچ وقت هالتر خالی نزنید، هیچ حرکتی رو. البته یه سری حرکت استثنا مثلا پشت بازو هالتر خوابیده، خب خیلی استثناءه. بریم بچه سراغ ست دوم. اوکی، این برای ست دوم بچه ها و سنگین میکنیم قطعا و اینکه آره به شدت بچه این حرکت رو بهتون پیشنهاد میدم، خیلی کاربردیه و واقعا کمک میکنه به قسمت جلویی دلتویدتون یا همون سرشونتون که قشنگ رشد خارمادری میکنه بچه. برو بریم. اوکی بچه ها، اوکی بچه ها، بدون معطلی و صحبت اضافه بچه ها، چون واقعا حرف خاصی ندارم بهتون بزنم، بریم سراغ ست سوم اگه اشتباه نکنم. آره دیگه ست سوم و قطعا یه دونه دیگه سنگین تر. اوکی بچه ها، بریم سراغ ست سوم و ببینیم که چند تا میتونیم بزنیم بچه ها. من یه چیزی حدود 46 کیلو دارم میزنم. اوکی بچه ها، یه خار مادر چی ناتوانی. بریم سراغ بریم سراغ بچه ست آخر اگه اشتباه نکنم. آره برو بریم. خب بچه بریم سراغ ست آخر. 100/1000 که سنگین خواهیم کرد بچه ها و من احساس کنم اشتباه دارم میزنم، حالا سعیمون میکنم اشتباه نزنم. بریم سراغ ست آخر بچه ها. وای. خب بچه ها خیلی لازم نبود اینقدر سنگین بزنم ولی به نظرم خوب شد. این سراغ ست که تموم شد. این سراغ حرکت بعدیمون که سرشونه نشر از جانب دمبله و برو بریم. خب دوستان عزیز این سراغ ست اول نشر. اوکی
وای. خب بچه ها بدون معطلی میریم سراغ ست بعدی رو بریم. خب بچه ها بکنم میزنه علیرضا، میزنی؟ اوکی بچه ها بریم سراغ ست دوم و ببینیم که چیکار میکنیم. انتظار بیاریم این بر وای. اوکی بچه ها بدون معطلی میریم سراغ ست سوم و قطعا بازم سنگین تر. وای برو بریم. اوکی بچه ها میریم سراغ ست سوم. من یه استراحت خیلی طولانی داشتم و آره دیگه بدون معطلی بچه ها بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. ست بعدی حتما 20 میخوام بزنم، ببینم که چند تا میتونیم بزنیم. اوکی وای. خب بچه ها میرم استراحت کنم برای دمبل 20 و همین دیگه. بریم سراغ ست بعدی. اوکی بچه ها بریم برای ست آخر و 20 کیلو. هولی شیت. آروم میزنیم. 1 2 اوکی بچه ها. وای بچه ها آقا تمرین امروز واقعا عجیب خوبه، واقعا عجیب غریب خوبه و عالی بود به نظرم. اگر که دارید ناتوانی تمرین میکنید بچه ها بعضی وقتا به ترستون غلبه کنید خب و یه دفعه یه شوک یوهویی به عضلاتتون بدید، نه اینکه یه جوری وزن انتخاب کنید که آسیب ببینید یهو عضلاتتون پاره بشه، نه یه شوکی بهش بدید که یه دفعه سورپرایز بشه عضله و اون موقع تغییر و رشد ناگهانیشو قطعا خواهید دید بچه‌ها. بریم سراغ حرکت بعدی. خب بچه‌ها بریم سراغ حرکت بعدی سرشونه و بعدی هم کل داریم بچه‌ها. همونجوری که گفتم از این بعد کل میزنیم و ممکنه که یه ذره تمرین طولانی تر بشه ولی هیچ اشکالی نداره. برو بریم برای اینم که اسمشو دوباره یادم رفته.
اوکی بچه ها بدون معطلی بریم سراغ ست بعدی بچه ها. این حرکتی که دارید میزنید همونطور که بهتون گفتم باید ثابت وایسید، دست بیاد اینجوری بره پایین، انگار که 2 تا شمشیر دستتونه بچه ها و دارید مثلا میخواید یه چه میدونم درخت چیزی رو بزنید مثلا ناکار کنید، ولی آره انگار که 2 تا شمشیر دستتونه و بعد این شمشیر رو بیارید پایین یا حالا بیارید جلوی صورتتون بره پایین. و چون زاویه این نیست من نمیتونم زاویه از جلو بگیرم واسهتون، برای همین ممکنه دقیق ندونید که من دارم چجوری میزنم این حرکت رو، ولی خب بدون معطلی بریم سراغ ست بعدی. اوکی بچه‌ها بدون معطلی بریم سراغ ست بعدی و ببینیم که چه چیزی در انتظارمونه. قطعا سنگین کردم، میدونم اینو اینجوری بگیرم بهتره یا اینجوری بگیرم، واقعا نمیدونم. اوکی بچه خب بچه ها بدون معطلی بریم سراغ ست سوم و باز هم احتمال زیاد سنگین کنم. برو بریم. اگه اشتباه نکنم ست چندم؟ سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم نمیدونم، به هر حال سنگین کردم یادم نمیاد. چطوری که اول راست بگیریم بعد چپ بگیریم؟ نظر میشه پایه ایده اوکی من احتمالا همینو بزنم برای ست بعدی، احتمالا سنگین نکنم برای ست بعدی. نمیدونم بعد مطمئن شیم ببینیم که چیکار باید بکنیم، بعد سنگین کنیم یا نه بعد سنگین کنیم. یه ذره استراحت کنم بعد تصمیم میگیریم که چیکار کنیم. برو بریم. اوکی بچه ها من دستگیری گذاشتم برای اینکه ببینم میتونم با دستگیری بزنم یا نه، ولی همون وزنه رو بچه قراره بزنیم. حالا میخوام ببینم که میتونم بیشتر بزنم، اگه بتونم که بیشتر میزنم، اگه نه چرا من پشت به دوربین وایسادم دارم حرف میزنم. بدون معطلی بچه‌ها بریم ببینیم که میتونیم با این بزنیم، مثلا امکان پذیر هست یا نه. حقیقتا نمیدونم خودم. اوکی نتونستیم بیشتر بزنیم بچه‌ها، ولی یه پاز میدم و دوباره امتحان میکنیم. اوکی اوکی بای. اینم از سه تا آخر. بریم سراغ حرکت بعدی. اوکی بچه‌ها بریم برای کول. همونطور که گفتم من کول هالتر هفته پیش اشتباه کردم زدم. من چرا اینجا وایسادم؟ اینجا وایسا. امیدوارم که منو بگیره دیگه. من میگیره فکر کنم. آره من اشتباه کردم که کول هالتر زدم و
بعد سیمکش می‌زدیم. در حال بریم برای کل سیمکش بدون معطلی. خیلی سبک. اوکی بچه تون بزنیم اینو بریم سراغ ست بعدی هرچی سریع‌تر. اوکی بچه بدون معطلی میریم سراغ ست دوم. من مثلا قرار بود که تون بزنم دیگه، ولی خب اوکی بچه ها بریم سریع سراغ ست بعدی بچه ها. بریم خب بچه بدون معطلی بریم سراغ ست سوم و من بعدی رم سریع میزنم. 6.5 بچه ها بعد تا 7 تمرین تمام بشه. امروزم شکم پهلو اینا فکر نمی‌کنم داشته باشیم، یعنی نمیزنم به احتمال زیاد. برو بریم دوباره همین جاییم برای پشت بازی. آقا سنگین نمی کنم من و همینو میدیم ست بعدی. برو بریم. خب بچه‌ها این سراغ ست آخر گفتم سنگین نمی کنم. بریم همین 7 تا اگه میتونیم همین 7 تا بزنیم بریم سراغ پشت بازو هرچی سریع‌تر. برو بریم. کافیه. همین جاییم دوباره و پشت بازو داریم بچه. برو بریم. خب بچه دو مرتبه بریم سراغ پشت بازو، تناب، سیمکش و برو بریم. اوکی بچه ها بدون معطلی میریم سراغ ست دوم. بچه وقتی دارید پشت بازو تناب میزنید همین حالتی که هستید، یعنی همین جوری این تناب دستتون این میاد پایین صاف میشه. حالا صاف هم نشد یه ذره میشکنید دیگه آرنجتون رو. این دوباره میاد بالا دوباره میره پایین، دوباره میاد بالا میره پایین. یه حالت دامنه حرکتی خیلی 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 ساده و خیلی چی بهش میگن، کلمه‌شو یادم رفت. یه رفت و برگشت خیلی ملویه، یعنی خیلی چیز نیست، سخت نیست. نمیدونم کلمه ها رو یادم رفته. بریم سراغ ست بعدی. اوکی بچه بریم سراغ ست دوم و ببینیم که
خسته نباشی. چه چیزی در انتظارمونه و زندگی ما دقیقاً حاجی رد دادم. اوکی بچه ها، این بود از ناتوانی 100% و میریم برای وایس ست بعدی بچه ها. میریم برای ست سوم بچه ها. fucking hell. وای بچه ها میریم برای ست آخر هر چه سریع‌تر. وای برو بریم. تو بچه ها میدونم معطلی میریم سراغ ست آخر و نمیدونم چرا خندیدم، واقعا نمیدونم چرا خندیدم، رد دادم دیگه. وای 3 تا و نصف بیشتر نتونستیم بزنیم بچه‌ها. باید بگم که وای فاکینگ هل بچه‌ها. میریم سراغ حرکت بعدیه، پشت بازو و برو بریم دیگه، برو بریم. اوکی بچه‌ها میریم برای حرکت بعدیه، پشت بازو. آی خدا. این برای ست بعدی. خب بچه ها این سراغ ست دوم. من بذار سنگین کنیم آقا، بذار سنگین کنیم، بزنیم تا ناتوانی بزنیم. خیلی ست اول اذیت شدم ولی الان میگم که قشنگ جری بدیم. من نمیدونم چرا کمربندم سفت میکنم، واقعا نمیفهمم. Okay, nota.
اوکی بچه ها بریم سراغ ست سوم. خب بچه ها بریم سراغ آی خدا سکوت بعدی. اوکی من همون 12 دارم میزنم. Bye. 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 میری؟ عشق منی خسته نباشی. من فردا چهارشنبه است. آره پنجشنبه جمعه میام. پنجشنبه 5 باشگاه. بله. بچه ها بریم برای ست آخر. من قشنگ یه استراحت مشتی میکنم. برو بریم بچه ها بریم برای ست آخر. 15 کیلو نمیدونم یادم نمیاد امروز خیلی به خودم فشار آوردم. احساس میکنم که کولو که اضافه کردیم باید یه دونه از تمرین سرشونه رو حذف کنم بچه ها، چون واقعا خیلی سنگینه دیگه. دو سه چهار شش کافیه. یک دو سه چهار اوکی دوستان عزیز من، آقا شما من رو نمیبینید، شاید ببینید. بذار بیام این بر من میرم رختکن بچه ها دیگه. پهلو شیکم اینا نمیزنیم، واقعا نمیرسم. ساعت هم برای ساعت از 7 هم گذاشته، باید سریع برم خونه بچه ها. عشق منید، میبینمتون دیگه. احتمالا خیلی زیاد رختکن میبینمتون و فعلا دیگه دوست بهتون واقعا. برو بریم رختکن.